Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au cours de français. Leçon 35. Leçon 35. بین 30 و 5 و نمیاد، تیره میاد، خط تیره میاد، تیغه میاد. 5 هم یاد گرفتیم. ان اگرچه صدای ان تو دماغی میداد ولی اینجا استثناء هست و ان کامل تلفظ میشه و کیو که با او میاد، معمولا اینجا او هم نمیاد ولی همون صدای که رو میده و با این که کنسون هست تلفظ هم میشه. 5 یعنی 5. خب جمله‌ای که من گفتم bienvenue au cours de français. bienvenue یعنی خوش اومدید. خوش اومدید به کلاس فرانسوی. bien بعد وقتی میخوان سریع بگم بیو میشه چون این ان تلفظ نمیشه. bienvenue که این ام دیگه تلفظ نمیشه، میشه bienvenue او به الو بوده که جمعش شده او cours de français. خب ما جلسه پیش روی صفت اشاره تمرین کردیم توی دیالوگ. حالا یه صفت اشاره هم یاد گرفته بودیم که برای زمانها هست، برای روز و شب، که تفاوت معنی داره اگه صفت اشاره قبل از اسم بیاد یا آرتیکل دفینی قبل از اسم بیاد. این هم گفتم از روی خود کتاب ما یه تمرینی سریع با هم داشته باشیم. Qu'est-ce que vous faites le matin؟ Qu'est-ce que vous faites le matin یعنی چی شما انجام میدین صبحها. کلا صبح چی کار میکنی؟ در جواب میگه le matin en général j'étudie le français dans une école de langue. یعنی صبحها به صورت کل، در کل من میخونم فرانسوی در یه مدرسه زبان. ژتودی که گفتیم اتودیه به معنی درس خوندنه، کسب تحصیلاته. با خوندن معمولی مثلا رمان فعلش متفاوته. برای اون فعل لیغ استفاده میکنن که حالا بعداً باش آشنا میشیم. ولی برای درس خوندن وقتی ما داریم فرانسوی رو یاد میگیریم میگیم ژتودی. من امروز فرانسوی میخوندم یعنی من درسش رو میخوندم، برای یادگیری میخوندم. ژتودی لو فرانسه. گفتیم فرانسه هم مسکولاست پس لو میاد سریع زبان فرانسه. دانم که یعنی داخل. وقتی توی محوطه‌ای میخوام بگن کلمه دانو به کار میبرن، اینجا لیزون اتفاق میشه دانزون یعنی یه مدرسه که اندیفینی هست. حالا ما نمیدونیم دقیقاً چه مدرسه‌ایه، اسمش با اون مدرسه آشنا با اسمش نیستیم. و این دو هم که کسره است دیگه، این دوتا که اسمو به هم متصل میکنه، اکول و لانگو، مدرسه زبان. دو مثل حالت کسره میمونه. اکول دو لانگ جی وقتی او کنارش بیاد گفتیم صدای گ میده بیشک. لانگ و او اس صامت تلفظ نمیشه، یعنی این به صورت جمع نوشته شده. ما ولی زبان‌ها دیگه نمیگیم، میگیم مدرسه زبان، ولی خب منظورش اینه که زبان‌های مختلف اونجا آموزش داده میشه. خب میگه که روزا چیکار میکنی؟ میگه من فرانسوی میخونم تو مدرسه. میگه که سومت اوسی یعنی همینطور. امروز صبح هم همینطور. میگه نو سومتا جو رست ا لا مزون. جو رست ا لا مزون. سومتا یعنی امروز صبح، من میمونم تو خونه. آدم وقتی میخوام بگن تو خونم میمونم دیگه صفت ملکی استفاده نمیکنم، صفت کل میگن ا لا مزون یعنی تو خونمون. چرا؟ je suis en vacances. je suis en vacances. اینجا سوی اس که اینجا هست با این سر هم میشه و صدای ز میگیره. je suis en من هستم در. آن اینجا معنی در میده. حرف اضافه وکانسه. وکانس یعنی تعطیلات. چون ما به صورت کل وکانس و تعطیل نمیگیم، تعطیلات جمع هست، همیشه اسم میگیره. وکانس همیشه اسم میگیره و همیشه هم حرف اضافهش آن هست. آن وکانس، در تعطیلات.
اوکانس نمیگیم، میگیم آن وکانس. خب برای سواق به معنی شب هست، عصر هست. میگه کس که وفت لو سواق، شبا چیکار میکنی؟ عصرا چیکار میکنی؟ خب طبیعتا باید مثل همین ما جواب بدیم که لو سواق شبا، آن ژنرال در کل، جو رست، جو regarde un film à la télévision. میگه شبا به صورت کل من نگاه میکنم یه فیلم از در تلویزیون. اینجا گفتیم حرف اضافه وکانس آنه، اینجا حرف اضافه تلویزیون اه، الا تلویزیون. دقیقا تلفظ ما هم فرانسوی هست، تلویزیون، زیون. فقط این دیگه نشو کامل تلفظ نمیکنن دیگه، اون تو دماغی هست. تلویزیون یه فیلم، حالا معلوم نیست چه فیلمیه، آرتیکل اندفینه میگیره. Qu'est-ce que vous faites le soir? Le soir, en général, je regarde un film à la télévision. خب میخواد بگه که حالا امشب هم همین وضعیته، مثل همین. میگه ce soir aussi، امشب هم همینطور. میگه no ce soir، no ce matin اینجا بود، no ce soir امشب، j'invite des amis à la maison، یعنی من امشب دعوت میکنم بعضی دوستانمو در خونمون، à la maison در خونه. انویته یعنی دعوت کردن که اینجا صرف شده انویت، و چون جو انویت دو تا حرف وایل به هم میخوره، جو او میفته میشه ژنویت. ژنویت دزمی. دزمی هم گفتیم یعنی د جمع، امی هم جمعه ولی ام ادغام میشه. همین این که دزمی به معنی اینه که یه تعدادی چند تا از دوستا، بخاطر امی هم اسم میگیره و از این که امی او نداره یعنی این امیا مرد هستن، مذکرم، فمینا نیستش. خب این از این. فکر میکنم که این خوب دیگه جا افتاد امشب یا شبها و روزها. به نظر رسید که یه مرور سریع اعداد رو داشته باشیم و با یه سری از اعداد پیشرفته ترم آشنا بشیم. لنومر یعنی اعداد، نومبر اینجا با هم دیگه تلفظ میشن ولی خب اس تلفظ نمیشه، ولی خب این اس جمع هست، باید حتما نوشته بشه. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20. یه استثنایی هست که گفتم ما اینجا باش آشنا بشیم. من اینجا 19 رو نوشتم، 19 و تلفظش رو گوش میدیم. 19 19 این به چه معنا هست؟ دیز که تو حالت کلی دیس هست. توی زبان فرانسه وقتی دیس و سیس که با ایکس هستن، اگر به یه حرفی، به یه کلمه متصل شن که اون کلمه با کنسون شروع شده باشه، با حرف بی صدا شروع شده باشه، دیگه این ایکس تلفظ نمیشه، کلا تلفظ نمیشه، دی فلان کلمه میشه، مثلا دی نوف. ولی اینجا یه استثناء توی شمردن اعداد. اینجا با اینکه این حرف وایل نیست ولی این صدای ز میگیره. حالا مدل دیگه‌شو پایین‌تر یاد میگیریم. اینو گفتم که اشاره کنم بهش که اینجا استثناس، اشتباه نکنیم. اینجا وایل محسوب میشه. این اش موه هست، غیر ملفوظ هست و این تو خانواده بعدش او میاد، تو خانواده وایل قرار میگیره و این صدای دیز میگیره. ولی اینجا ما دیدیم که دی خونده نشد، گفتیم دیست، دیست یعنی این دیس ست نگفتیم، دیست گفتیم. میتونیم باز اینم ببینیم تلفظشو. 17 17
خب همونطور که دیدین شنیدین در واقع این دی ست به حالت نرمالش هست، ولی اینجا استثناست که این تلفظ میشه دیزنوف و وان هم که باش آشنا بودیم. حالا وان میخواد شمارش بشه. ما یاد گرفتیم که بین اون عدد به علاوه 1 و میاد، ولی بعدش دیگه خط تیره میاد. وان ت وان دو، وان تخوا، وان کتر، میشموریم تا وان نوف. وان نوف که تموم شد میشه تخانت. دوباره تخانت تخان دو، تخان تخوا، تخان کت، تخان، ادامه پیدا کنه تخان نوف. بعد میشه کقانت. کقانت یعنی 40. کقانت کقانت دو، کقانت تخوا، کقانت کت، کقانت سنگ تا کقانت نوف. بعد میشه سنکانت. سنکانت یعنی 50. سنکانت سنکانت دو، سنکانت، بعد ادامه پیدا میکنه 59 که میگن سنکان نوف. بعد میشه سواسانت. سواسانت یعنی 60. سواسان اینجا با اینکه x هست بین دو تا حرف وایل هست، ولی صدای سه میده، همون صدای ز رو نمیگیره. سواسانت و سواسانت سواسان دو، 60 میرسه تا 69. سواسان نوف. بعد میشه 70. 70 و اینا 60 به علاوه 10 میگن، 60 10. سواسانت دیس. سواسان دیس میشه 70. حالا وقتی میخوان بگن 71، این دیس رو برمیدارن، سواسانت رو به علاوه 11 میکنن، چون خود سواسان تعریف نداشته. سواسان 10، سواسان 11، سواسان 12، 60 10، 60 11، 60 12. ولی اینجا هم به ترتیب همین قاعده بعد سواسان یکشون که همون 11 باشه میشه ا. سواسانت 11 میشه سواسان دوز، سواسان ترز و ادامه به آخر که میرسه سواسان دیزنوف میشه 80. 80 باز مدلش فرق میکنه. اینا 4 ضرب در 20 رو میگن 80 که میگن 4 20. کتخوان. کتخوان. کتخوان هست ولی برای روون شدن تلفظ این او رو تلفظ میکنن. کتخو میگن کتخوان. کتخوان آن. دیگه اینجا این قاعده دیگه لغو شده. از 70 به بعد یعنی 80 دیگه بعد اون عدد به علاوه 1 و نمیاد، ا نمیاد، خط تیره باید میگه، یعنی 2 تا خط تیره میگه 81 82 83. به این ترتیب ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به 90. 90 حالا میشه 4 20 10، یعنی یه خود باز پیچیده در میشه، یعنی 4 ضرب در 20 به علاوه 10. به خود ریاضی هم علاقه من بودن ظاهرا که به کار ببرن. خب برای این حالت باز دوباره همین قاعده دوز تخز رو بکنم، یعنی 4 به علاوه 20 به علاوه 10 میشه، بعد به علاوه 11 میشه، به علاوه 12 میشه، یعنی 80 به علاوه 11 12 اینجوری. 81 91 92 93 94 14 و ادامه تا 99 که میرسه 99 میشه 100. 100 یعنی 100. 100 هم که خب تلفظش معلومه دیگه، اونطور که یاد گرفتیم کنسون تلفظ نمیشه آخر. 100 آن تو دماغی میشه. بعد اینجا هم باز میشه 100 اینجا ادغام صورت نمیگیره، یه موقع اشتباه نشه. 101 102 میگن. اینجا دیگه و هم نمیگیره، خط تیره هم نمیگیره، هیچی. 101 102 103 و ادامه. حالا بقیه اعداد هم بیشتر شد در جلسات بعد یاد میگیریم. فقط یه نکته که برای تلفظ باید اینجا رعایت کنیم اینه که پان یعنی نون، یه نون. مثلا میخوایم این مغازه خرید کنیم میگیم پان سیل ووپله، یعنی یه نون لطفاً. پان کنسون هست، پس این اتفاق نمیفته، جدا تلفظ میشه پان. و پان هم یه کلمه مسکولا از ان میفهمیم که مسکولا هست و سنگولیه، یعنی مفرد هست. ولی اینجا اوقو یعنی همون یورو. وقتی میخوایم میگیم یه یورو میگیم انوقو. این ان دیگه تلفظ میشه چون به این متصل میشه انوقو.
حالا اگر از یک به بالاتر بریم چون دیگه 2 میشه جمع میشه دیگه پان اس میگیره. اون کلمه بعد ما اس باید بگیره. پان اس میگیره، اوقو هم اس میگیره. درسته تلفظ نمیشه، اوقوز نمیگیم ولی اس رو باید بذاریم. 2 پا اینجا باز جدا جدا تلفظ میشه چون کنسون هست، ولی اینجا میشه 2 زوقو. ایکس بین 2 تا وایل قرار گرفته، ادغام صورت هم گرفته، بعد این ایکس میشه سه تلفظ ز میده، 2 زوقو. حالا اینجا خوب تو تاثیر متأسفانه نیفتاده. همون نکته که بالا توضیح دادم، دیس که عدد 10 هست وقتی قبل از یک کلمه بیاد ایکس دیگه تلفظ نمیشه اگر کنسون باشه. 10 پان، 10 پان، 10 نون، 10 پان. ولی اگر وایل باشه تلفظ میشه به صورت صدای ز. دیزوقو، دیزوقو. خب تا اینجا فکر می‌کنم کافی باشه. موفق باشین.